با ولاگ بعدی. امروز همراه بهنام جان و اسم کوچیک فرزین جان. آره فرزین جان داریم میریم سمت جنگل‌های حرا دیگه بود. بله جنگل‌های حرای اسکله روستای کبرزی میریم اونجا با ورزش آبی و آرامش بخش کایاک. حالا میریم از نزدیک میبینیم که چه کارهایی که میخوایم انجام بدیم. یه تصویر هوایی خوشگل هم میخوایم بگیریم. حالا میریم جلوتر آشنا میشیم. دست چشات دلی شهر یادم داریم میرسیم. خدا قوت آقایان. ممنون از شما. ببخشید دیگه نه عالی. نه جلیقه های نجات و فکر کنم وسیله ها هستش. باید همه رو نجات دیم. من تو ماشین داشتم خواب میرفتم، با این که از صبح رفتم باشگاه قهوه خوردم، صدامم خروسی شده. اصرار دارم حرف بزنم. واقعا خروسی شد. اصرار دارم حرف بزنم همه جا. و الان قرار بریم یه تجربه بی‌نظیر، اصلا حواسمون نبوده امروز ولاگش کنیم تو ماشین. یوی گفتیم این چند روز دیگه دوشنبه است باید ولاگ بذاریم. آره ببینیم ما چقدر به فکرتونیم. با اینکه کلی کار داریم، صدای ساعتی قولی شده. یه مرغ خروسی اونجا رو بگیر چه با مزه سوار شطور میشن. آها راست میگی. آره ببینید اینجا همش شکار لحظه هاست. آره شد ساروان ای ساروان ای ساروان آهسته ران. همینه این ضرب المثلی هست که میگن ای ساروان ای ساروان آهسته ران، یعنی آهسته بزن به رانش. نه یا آهسته بران، یعنی آهسته بزن به ران. آره با همون دوست محلی میومد آره چیز میکرد خیلی با مزه اومد داد اینجا دستش رفت. گفت بیا برو بقیش با تو کار سختش من انجام دادم. و اینکه الان قراره یه تجربه خیلی باحال ریلکسی وسط جنگل های حرا داشته باشیم. همش هم یا من میگیرم یا اون یا کلوچه. نمیدونم چرا من یه چیز بگم. اومده قبلا بچه‌ها اگه زمان ما خب مثلا یه سیکی بکنیم تو اون پشت مثلا اون چیزه اینجوری بشن یا اینجوری الان بچه دقیقاً همونجوری رو صورت زنده یا تو سیکی مینداختیم. آره فیل بود و همه حیوانات بود. و یه چیز جالب، من هر حیوانی رو میبینم جدیدنم شطور یاد جای نمیدونم چرا اصلا انگار نگاهشون چرا رو من گرفت دارم. آره تو رو میبینم یاد جای میافتم. انگار که همشون یه نگاه، نه نمیشه بگیم یه نگاه دارن، انگار همشون توی چشاشون وقتی نگاه میکنی یه حس مشترکی بینشون هست. نه؟ آره یکی بودن رو حس میکنی. آره ما فعلا رسیدیم به حدی که یکی بودن حیوانات رو حس میکنیم. حالا کم کم با خودمون یکی باشیم با بقیه با آلیزوان. بچه امروز با آقا بهنام که اومدیم کایاک، از نظر من آقا بهنام خیلی شبیه به دکتر یونیورس. نمیدونم چند نفرتون دیدین و میشناسین، تو بحث آگاهی دیگه معروفه ایشون دکتر یونیورس. و آره بریم با هم اسکله رو ببینیم.
آقا دیدم الان با اون آقاه اومد این بچه و شطور، بعد الان خیلی استایلشون قشنگ‌تر شد، گفتم دوباره فیلم بگیرم. خیلی قشنگه واسه عکاسی. بعد استایل جنوبی هم که خیلی بامزه است. این بچه هم که داره عشق میکنه رو شطور، عزیزم داره دست تکون میده برای مامانش. چه خوشحاله خدای من. ببین شطوره رو چشاشو عزیزم، چقدر اینا عشقم به خدا. اصلا باورم نمیشه یه زمانی اینا رو میخوردم من، شطور، گوشت شطور، گاو گوسفند. وای خدای شکرت. بریم یه قهوه بزنیم. اینجا بازارچه سلام، با اجازتون دارم فیلم میگیرم. از من اینجا سرسه نداشتم؟ برای خوشگلی بهنام غرق هو به شما کردم. با بهنام نریم این داده تو دریا. بهنام؟ بهش بگو من گفتم. با بهنام که دیگه یه سفر دیگه هم باشون بودم. یه سفر رفتیم ننداختم نه تو دریا. امروز غرق وارفا داخل منم برم نگاه کنم چی؟ آها اون داخلم هست؟ برم نگاه کنم اونجا جنسای خارجی ولی دیدن داره. این چیه؟ سر کوسه؟ چیزه؟ بزرگش داخل هست. نه این واقعیه؟ بله بزرگش داخل اوکی. هست. چه عجیب، چجوری؟ چجوریه واقعا؟ تاکسیدن میره چشش فقط آن میشه تیلاست بلکه پوست خودشه خاکره پر میشه. آها چای نیست اینجا. چای نیست چه کار؟ وحشتناک. ناصر لیفته 760 75 70 آره همین واتساپ رو ذخیره کن بعد میدونی هر وقت رفتی خونه تو واتساپ چیز کن ببین. ببین اینا کایاکن، قایق نیستن، قایق نیستن، کایاک. خب قایاکن که باید سوارشون بشی باش پارو میزنی آرامش داری. بچه ها دارن با همون هایلوکسی که توش بودیم دارن چهار تا از انبار میارن و شطوره باز اومدیم و بچه چرا پایین نمیشه؟ میگم بچه ها نشستیم شطور. اینجا هم اسکله گورزین خیلی خوشگله. اینا 2 نفر است، اینا هم تک نفره. ایشون آقا بهنام دکتر یونیورس. آقای مومیار تجهیزاتشون دارن جمع میکنن یا دارن باز میکنن؟ نه دارم باز میکنم، باتری گذاشتم داخلش. باز میکنن که جمع کنی؟ آره بیا یا با اون چشای مسخرت. شبیه آدم فضایی هست. نگاه حتی اینم شبیه جی جی وقتی چشاشو نگاه میکنی. چشاش اینجاست. تکونش نده. چشاش خیلی شبیه جی جیه نه؟ عزیزم قربونش برم. الان تو بالکنه داره به ما فوش میده، میگه چه پدر مادر بی مسئولیت بی شعوری دارم من که روزا میرن پروژه منو میذارن تو خونه. من همیشه بخوام. الان رفته استراحت مطلق. خواب زمستونی میگن میگن خواب زمستونی الان زمستون الان جیجه تابستون گرما میبرنش بیرون زمستون میذارش خونه.
جی فکر کنم تناسخ قبلش خرس بوده الان یکم توش مونده. مومیار شما توی چند قسمت پیش که با آقای میلاد اومده بودین اینجا بود؟ نه اینجا نبود؟ دورتر بود نه؟ گوارزی نبود اصلا. خب نه من یه اسکله دورتر از اینجا بود نسبت به قشم. آره. برام جالبه این یکی قیافش با اونو فرق داره. چرا؟ آیا کدوم خوششانس سوار این یکی میشه؟ خب بریم آقا مومیار میخوان تصویر هوایی بگیرن. چه تصویر هوایی میتونیم بگیریم؟ چیو؟ یه بار دیگه بگو جملت. جملت. ولاگو دیگه. مثلا یه سری ولاگ هم تصویر هوایی. ما ولاگمون داریم خیلی حرفه‌ای تصویر می‌کنیم چون خودمون تصویر برداریم. شما با مومیار استودیو میتونین ولاگ های خفن ما رو ببینید. واو. و متفاوت‌تر از همه در یوتیوب ظاهر شه. ما خودمون کیفیت را با ما تجربه. جون. مشکلی نداریم با موسیقی، فقط صداش نه. صدای بلند نه. سعیدو باید بیاریم اینجا. اینو فکر کنم بذاریم کافه راحت‌تره چون یه پشت. سعیدم برام اینجا. سعید هر کدوم دوست داره دیگه. دستتون رو پایین در میگیرم که به هم بزنید. یه دسته از بالا بگیریم در نمیره. نه اون دسته ها خیلی از بالا بگیریم. یک، دو، سه. اصلا کجا بگیرمش؟ فرقی نداره؟ جلوش یه دستگیره هست. اینجا مومیه. آها. اولین بارش نمیدونه. بذار رو چوب. نزن خرابش کنه. بیا بالا. من بهنامم بلوکی ارزم موضوعتون چه از گروه تفریح‌های ساحل سبز در خدمتتونم. ببخشید که امروز ما یه جلسه برای محافظت از کرکس‌های کوچیک توی قشم بود. آره که الان یه پروژه جدیده برای محافظت از کرکس‌هایی که ما داریم که یکی از گونه‌های بی‌نظیر همه جای دنیا داره منقرض میشه، فقط ما اینجا تو جزیره قشم پیدای خوبه شده. یعنی کشورهای دیگه که 20 تا گونه کرکس مثل ما دارن از کل دنیا آدم دعوت میکنن برای دیدن این کرکس‌ها. ما اینجا بالای 100 جفت داریم، یعنی اونا 20 جفت دارن، ما بالای 100 جفت. خلاصه داستان این بود که من اونجا گیر افتادم، مساوی معذرت خواهی می‌کنم ازتون که برنامه اینجوری عقب افتاد.
در خدمت یکی از دوستان هستیم، آقای سعید ضروری، یکی از مفاخر کشور و سرمایه‌های کشورمون در حال حاضر. ایشون یکی از ماجراجویایی هست که با توجه به معلولیتی که ایشون دارن، ولی خیلی از فعالیت‌های ماجراجویانه که افراد سالم هم میتونستن تو شرکت کنن شرکت نکردن. ایشون رکورددار غواصی بدون کپسول زیر آب هستن، غواصی عمیق رو انجام دادن با پاراگلایدر و خیلی از ورزش‌های سنگین و حرفه‌ای رو ایشون انجام دادن و یه جورایی یه چهره بین‌المللی هستن. خیلی از کشورهای دنیا با ایشون در ارتباطن. چند وقت پیش هم یه بحثی داشتن درباره ادونچر تراپی، یه سخنرانی تو لهستان بود که بعد از اون اینجا تشریف آوردن و ما در خدمتشونیم. با شرکت ما هم فعال همکاری میکنن. این اینستاگرام هم یه بخشش دست تولید محتوا دست ایشون بوده. از شما خیلی ممنونم بابت همکاری و لطفی که کردین. عرضم به حضورتون که ما امروز یه سفر دریایی با قایق‌های پارویی داریم توی جنگل حرا که ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا اسمش هست. اسم درستش بالاترین رده حفاظتی بین مناطق حفاظت شده جهان رو داره. توی منطقه‌ای که ما الان داریم میریم تقریبا 720 خورده 730 تا ذخیره‌گاه زیست‌کره تو کل دنیا داریم که اگر اینها از بین برن حیات کره زمین از بین میره. ما کاری که میکنیم اینه که تورهای تفریحی رو دریایی رو ما راه اندازی کردیم که فقط صرف برداشت و بهره برداری از این جنگل نباشه. ما با این طراحی این تورها هم میتونیم به بحث اشتغال زایی تو قسمت‌های جوامع محلی کمک بکنیم، همین که میتونیم کمک بکنیم که این درخت‌ها و این پرندگانی که الان تو این فصلی که هستیم تقریبا نزدیک 6-7 هزار کیلومتر پرواز کردن تا اینجا رسیدن، از همه اینا یه جوری با بهره برداری از بقولن بهره برداری گردشگری که ما میکنیم بتونیم حافظ محیط زیستمون هم باشیم. امروز برای شما دوستان که افتخار دادید در خدمتتون بودیم، ما یه هدیه کوچیک هم داریم که برای هر نفر به ازای هر نفر شرکت کننده یک اصل نهال درخت حرا هم به اسم شما کاشته میشه و شناسنامه‌اش رو تقدیمتون میکنیم. امروز خیلی زمانمون زیاد نیست. یک منطقه این جلوتر هست که اونجا میریم و قایقرانی رو شروع میکنیم. قایقای کایاک هست که حالا اون سمت دیدینشون، اینا قایقای SOT هن، قایقای تفریحی، برعکس قایقای ورزشی که خیلی سخته و امکان برگشتن داخل آب رو داره. این قایق‌ها جوری طراحی شدن که شما بر نمیگردید توی آب، خیلی راحت میتونید سوار شید. فقط اینکه دیگه یه مقداری کنترل و تعادل خودمون رو باید روش حفظ بکنیم، چون اگر حرکت‌های ناگهانی از طرفین داشته باشیم خب طبیعتاً قایق برمیگرده، ولی به صورت معمولی اگر روی قایق بشینید به هیچ عنوان بر نمیگرده و خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم. حالا من برای شما 2 تا قایق 2 نفره شما که به نظرتون میتونید عقب بشینید پا رو بزنید، یکی از بچه‌ها جلو باشه، یه قایق 2 نفره بهتون بدیم، شما هم با یکی از آقازاده ها روی قایق باشید. آره که 2 تا قایق 2 نفره برای شما در نظر میگیریم اونجا میرسیم. اینجا یکی از جاهای استثنائیه این درختای حرایی که میبینید. این درخت‌ها توی منطقه‌ای زندگی میکنن که آب شور هست. اینا آب شور رو میگیرن تو خودشون تصفیه میکنن، یعنی نمک رو جدا میکنن و آب شیرین رو مصرف میکنن. یه جور دستگاه تصفیه طبیعی هستن و باعث شدن که این منطقه تبدیل به زایشگاه ماهی‌ها و پرنده‌ها بشه. توی این فصل همه میان اینجا توی این منطقه هستن. عرضم به حضورتون که ماهی‌ها تخم‌ریزی میکنن یا زنده‌زایی هستن. بعد از اینکه ماهی‌ها توی سنی رسیدن برمیگردن به زیستگاه خودشون تو دریای بزرگ. پرنده‌ها هم که پرنده‌های مهاجر از آفریقا، از سمت روسیه، قسمت‌های سردسیر، قطب شمال برمیگردن میان اینجا. مسافت‌های 6-7 هزار کیلومتری رو طی میکنن. ما تقریبا تو ایران 550 گونه پرنده داریم
توی فصل زمستون توی این جنگل‌ها 250 گونه رو میتونید شما از نزدیک ببینید و یه منطقه خوب برای پرنده‌نگری هست که پرنده‌نگری یکی از الان ترندهای بحث طبیعت‌گردی تو خارج از کشوره. اینو باید بگیریم سمت خودمون. خب وسط پارو رو میذاریم روی سرمون، دستامون رو باز میکنیم. دستا باید زاویه 90 درجه داشته باشه. ببخشید من این به شما نخوره. دستا باید زاویه 90 درجه باشه. دست بسته باعث میشه که دستتون درد بگیره موقع پارو زدن. وقتی میخوایم پارو رو بگیریم با این دوتا انگشت میگیریم. لازم نیست با همه انگشتا بگیریم، مچمون درد میگیره. با همین دوتا انگشت پارو رو تا زمانی که پدل بره داخل آب با زاویه 35 درجه میذاریم داخل آب. خیلی آروم میکشیم عقب. به این سمت که حرکت بکنیم، به این سمت که پارو بزنیم، قایق به سمت جلو حرکت میکنه. برعکسش هم که همین حرکت میشه برعکس. برای چپ رفتن باید برعکس سمت راست رو پارو بزنیم، قایق به چپ میره. برای بخوایم به راست حرکت کنیم باید سمت چپ پارو بزنیم. برای نگه داشتن قایق، چون قایق‌ها ترمز نداره، میخوایم نگرش داریم، فقط کافیه که این پاروها رو بذاریم داخل آب. فقط بذاریمشون داخل آب، این تیغه باعث میشه که جلوی حرکت رو بگیره. چپ راست بذارید داخل آب، قایقتون وای میسه. نکته دیگه ای نیست. اگر که سوالی باشه من در خدمتم. فقط این که تو آب که رفتیم سعی کنیم با هم دیگه باشیم. این مسیر این خوری رو که میبینیم از اینجا حرکت میکنیم و داخل اون خور میریم. خیلی ممنون. خب رسیدیم توی گلدن تایم. خیلی نور عالیه. انشالله که زود برسیم، تصویر هوایی خفن بگیریم. ما برای اینکه حجم گوشی پر نشه 25 فریم کردیم ویدیو رو، ولی الان دارم نگاه میکنم چقدر کیفیتش اومد پایین. یعنی این زیبایی رو نمیشه نشون داد. میخوای 4K بگیره 4K 25 فریم 25 فریم. حالا اینم قشنگه دیگه، طبیعت زیبا رو داره نشون میده، ولی خب هیچی اون چیزی که چشم داره میبینه و تجربه میکنه نیست واقعا. مگه نه آقای مومیار؟ خب همه دارن آماده میشن. کناوه رو پارک میکنن اینجا رو بگیریم. بعد حالا بهت میدم ولی برسم که راحت چی بابا درست میگه شهر از اون ور بزنی میاد میاد. ما یکم شما رو میفرستیم عقب تا بیا عموجا از اینجا بیا دیواره بگیر نداشت بایی کلا آفرین کار نگیری من نگاه کنی صاف بشه خودم توی من و این غروب زیبا رو دارین میبینید و چون هنوز تک تک مسافرها سوار نشدن فکر نکنم اصلا بشه تصویر هوایی رو گرفت. ماشاءالله. جانم؟ میگم این نکته خیلی جالب. ایرانی تو کوه، توی دریا، توی چیز اصلا به ناظر نمیخواد لذت ببره. هست که رقص و آواز تو ایران نبوده، همه جا میخوام برقص. دقیقاً همه جا دنبال رقصن. الان یه موج میاد سمت بندهای خدا. آره تنها جای ماساق قاطی قیمه ها میشه ایرانه. واقعا توی این طبیعت، این موزیک
ببین چه موجی انداخت قایقی که رد شد. بومیا بیچاره الان همه درگیر موج شدن. مومیار ببین چه جالب، این شناوره با خودش داره چیز میاره، پرنده میاره. اون موقع هم همراهش بود. ماشین نه با خانم خوشی با آرزو. آره پای منه اوکی راست پا دراز. سفر خوشی را براتون آرزو می‌کنم. با هم آهنگ امروز داشت میگفته چیزو مثل جعفریه، خیلی برگای چیز داره. من کسی بیاد کار بزنم شربت شاتری. چی؟ باش میخوایی چیزی بخوری؟ جنگل بگر علی داره. خب سفر ما به پایان رسید، برگشتیم. خیلی حس خوبی بود. سعی کردم خیلی تصویر بگیرم. مومیار جونم که تصویر هوایی ها رو گرفت. سعی و سالم برگشتیم و غرق نشدیم اونجوری آقایی که گفت. آره همه کتت بخواد خمان که گفتم موزیک های خیلی رپ داده فرکانسی اینجا داره پخش میشه و عالیه. بریم دیگه کم کم سمت ماشین آقا بهنام و واو موزیک از همه جا میتراود. دخترای بنده رو تیپای جذابشون همیشه برای من اصلا انقدر عاشق این سبک لباسم که تجربهش کنم. چادر و لباس و صندل و اصلا عشق میکنم میبینمشون. خدا یارو نگهدار. گبرزین زیبا. آخه اینجا رو یه تاریخچه‌اش برم. تاریخچه از چیه؟ آها سکوت رو رعایت فرمایید که خودشون دارن انجام میدن. بقیه‌اش هم که دیگه قایق رام به هیچ وجه حق تعقیب پرندگان رو نداردم. باز دیدم تقاضای حرکت با سرعت بالا رو نداشته باشدم. دیدم عجب خودشون ممنوعیت زدن و استفاده هم میشه اینجا. خب مومیار جان داره کمک آقا بهنام کایاک میاره که ببرن بزنن تو انبار که ما هم زودتر انشالله برگردیم سمت قشم. امشب کلی کار داریم یه سری کارو میکنیم سورپرایزه. نمیشه ازم توی ولاگ گفت ولی شاید اصلا هیچ وقت نگفتم، شاید هم گفتم نمیدونم. من که بندم نمیشه یا دیدین گفتم میبارم دیدین نگفتم. خلاصه که الان دیگه تو قسمت اندش هستیم. کایاک‌ها رو میارم میذارم توی انباری که نزدیکه. اینجا حالا یکم نور نیستش و همین رو معلوم میشه چون شب شده. نه باید جمع کنیم دیگه.
تموم شد، همه چی رو بسته بندی کردیم. بریم. ساتی هم در حال گذاشتن استوری مثل همیشه. خسته نباش. سلامت باشین. سلامت باشید. خیلی ممنون. چی شد؟ در باز. خوشت دیدین. در باز گذاشتیم. داریم میریم همینجوری. و هر جا برم سروا بگردم تو چیشای خوبه سنبول میکنم و هر جا برم سروا بگردم